орзуи соев. بله. انسان حقیقی رو باید چگونه شناخت؟ سوال خیلی جالب. ببینید کتاب میتواند مقوای زیبا، صفت بالا و صحیفه های خیلی مجلا داشته باشد اما مضمون ضعیف. آب میتواند پاک زلال باشد اما مسموم یعنی زهرآلود. یا سیب میتواند پرجلا و زیبا باشد اما با درونی پوسیده. حتی دوست میتواند حرف شیرین در لب داشته باشد اما حرف لعنت و نفرین به دل. اقواتی که میارن در یک ظرف طلایی میتواند خوشنما باشد اما بیمزه. برای همین در انتخاب انسان ها همیشه دقیق نظر باشد و با اون چیزی که در ابتدا میبینید هیچ وقت باور نکنید. فقط در اساس امتحان، سنجش